بعد 8 ماه سفر تو آسیای جنوب شرقی تصمیم گرفتیم که یه مدت تایلند بمونیم و یه ویزای 1 ساله تایلند رو گرفتیم. و خب خیلی هم میپرسن که چجوری، ویزاش چی، هزینه‌هاش چی و چجوری این کار کردیم. تو این ویدیو میخوام بگم که راه‌های طولانی موندن تو تایلند چیه، با چه هزینه‌هایی، و هزینه زندگی توی تایلند هم میگم که چقدره. آخر ویدیو هم هزینه‌های واقعی خودمون رو میگم و یه سری نکته که چجوری میشه این هزینه‌ها رو کم کرد. اگه دوست داری یه مدت از اون داستان‌های همیشگی خاورمیانه‌ای دور باشی و در آرامش تایلندی زندگی کنی، یا یه مدت سفر کنی توی این آسیا جنوب شرقی، این دور و برا بچرخی، این ویدیو خیلی به دردت میخوره. بزن ببین.